تصاویری از بانو جمیله رقصنده قدیمی و بازیگری که یه زمانی ستاره صحنه‌ها بود منتشر شده که تغییرات زیادی کرده. با ما همراه باشید تا در ادامه پرده از رازهای جالب و حتی شوکه کننده‌ای برداریم که تا حالا هیچ جا نشنیدید. اما قبلش ممنون میشم که با سابسکرایب کردن کانال از ما حمایت کنید. فاطمه صادقی با نام هنری جمیله متولد 4 آبان 1325 در تهرانه. پدرش از کارمندان کابار شکوفه 9 بود. وقتی جمیله خیلی کوچیک بود، پدر و مادرش از هم جدا شدن و سرپرستیش به پدرش سپرده شد. به همین خاطر از سال 1331 وقتی فقط 6 سالش بود، رقص رو شروع کرد. جمیله در مصاحبه‌ای گفته 6 ساله بودم که روی صحنه اومدم. به دلیل اینکه پدر و مادرم از هم جدا شده بودن، من با پدرم زندگی میکردم. پدرم در کاباره شکوفه 9 کار میکرد و من مجبور بودم با پدرم به محل کارش برم. پدرم هنرمند بود و کسی نبود که از من مراقبت کنه. به همین خاطر پدرم هر شب منو با خودش به اونجا میبرد. من شبا که میرفتم اونجا یه دختر 6 ساله بودم و خیلی دوست داشتم برقصم و موزیک گوش کنم. خیلی وقتا منو میبردن وسط صحنه و چند تا خانوم میرقصیدن و من اون وسط خودم رو تکون میدادم. هیچ وقت یادم نمیره مردم اونقدر به من محبت داشتن که برام سیب و گلابی مینداختن روی صحنه و من همون جوری که روی صحنه تکون میخوردم میوه‌ها رو هم برمی‌داشتم و می‌خوردم. هر بار که این کارو می‌کردم بابام با عصبانیت میگفت بابا جون روی صحنه نخور، حداقل بیا بیرون بخور. این خاطرات من از 6 سالگیمه. البته پدرم خیلی مهربون بود. چند سال توی کابار شکوفه 9 کار کردم و وقتی بزرگتر شدم و حدود 13 سالم شد، دیگه با پدرم میرفتیم به شهرهای مختلف ایران و کنسرت و برنامه برگزار می‌کردیم. آخرین برنامه‌ام توی اصفهان بود. با پدرم تئاتر اجرا کردم و توی اون تئاتر رقص‌های مختلفی اجرا کردم. اونجا در اصفهان ازدواج کردم. جمیله در سال 1339 در 14 سالگی با جواد رفیعی بازیگر و خواننده موسیقی که 24 سال داشت ازدواج کرد. یعنی 10 سال اختلاف سنی داشتن. جواد رفیعی برای زندگی با جمیله از اصفهان به تهران رفت. در تهران وارد جامعه هنری باربد شدند و اونجا بود که همسرش نام هنری جمیله رو براش انتخاب کرد. جمیله در اون سن با رقص عربی و زیبایی خودش تونسته بود به موفقیت برسه و کم کم بین مردم به شهرت رسید. اولین کسی که به سمت جمیله و شوهرش اومد کریم ارباب بود و اونا رو به کاباره شمشاد برد. مدتی بعد جمیله به خاطر اینکه باردار بود نتونست به فعالیت خودش ادامه بده، اما شوهرش همچنان اونجا به فعالیتش ادامه میداد. 3 ماه بعد فرزند اول جمیله به دنیا آمد. جمیله و همسرش چند ماه بعد خیلی سریع از هم جدا شدن. جمیله هیچ وقت دلیل این جدایی رو نگفت و فقط گفت مشکلاتی بین ما پیش اومده. همیشه از همسر اولش به عنوان یک هنرمند خوش صدا، هنرپیشه و همچنین یک کمدین بسیار خوب یاد کرده. سال 1341 در 16 سالگی جمیله از همسرش جدا شده بود و شرایط زندگیش کاملا متفاوت شده بود. حالا اون بود و یک فرزند چند ماهه. جمیله میگه بعد از اون اتفاق من توی همون کابار شمشاد که مال ارباب بود کارم رو ادامه دادم. بعد از چند ماه ارباب از من خواستگاری کرد. اون زمان من تقریباً 17 سالم شده بود و ارباب 34 ساله بود. ارباب خیلی منو دوست داشت. منم اون زمان میخواستم که یک سرپرست داشته باشم، یه نفر که بالای سرم باشه و از خودم و بچه‌م مراقبت کنه. محمد کریم ارباب از تهیه کننده های معروف تلویزیون بود. ثمره زندگی اونا یه دختر به نام آزیتا شد. اما 10 سال بعد این زندگی خوب و موفق با سکته و فوت ارباب به پایان رسید و دوباره جمیله مجرد شد و شرایط زندگیش واقعا سخت شد. جمیله گفت بعد از مرگ همسرم همه جوره به خصوص احساسی شرایط برام سخت بود. هنوزم بعد از گذشت این همه سال که ارباب فوت کرده به عشق اون راه میرم و زندگی میکنم. ارباب وقتی از دنیا رفت 43 سالش بود. من هرگز فکرشم نمیکردم که اون زودتر از من فوت کنه. همیشه وقتی با هم صحبت می‌کردیم من بهش میگفتم که اگه من مردم تو رو خدا مواظب بچه‌هامون باش. اما متاسفانه جلوی چشم خودم از دستش دادم. اون روز پنجشنبه بود. من برای فیلم بندری به استودیو رفته بودم تا اهدیه بیاد بخونه و من باید گوش میدادم که آهنگ رو حفظ می‌کردم. بعد به خونه اومدم. کارگر داشت غذا رو می‌آورد. ساعت 1 ظهر بود و ارباب خواب بود. متاسفانه اون روز جلوی چشم خودم سکته کرد. 48 ساعت اجازه ندادم که خاک سپاری انجام
انجام بشه و ارباب توی سردخونه بود. امید داشتم که شاید علم پزشکی بتونه اون رو برگردونه، اما این اتفاق نیفتاد. ارباب 5000 تا کارگر داشت. من موندم و کارگرها و کاباره ها و تمام کارهایی که باید انجام میدادم. سنم هم اون موقع زیاد نبود. خیلی برام سخت بود. بانک ها کلی از پولهای ارباب رو از بین بردن و هیچ وقت به ما ندادن. من سالها گوشه‌گیر شدم و دیگه هیچ برنامه‌ای اجرا نکردم. بچه‌هام رو برای تحصیل به انگلیس فرستادم. بعد از چند سال دوستام ازم خواستن که دوباره به کابار شکوفه نو برم و دوباره اجرا کنم. من هیچ وقت اون روزها رو یادم نمیره. من گریه میکردم و میرقصیدم. مردم انقدر تشویقم کردن که بهم قدرت ادامه زندگی دادن. بعد از ارباب فکر میکردم که دیگه نمیتونم زندگی کنم. تا اون زمان توی فیلم‌های خود ارباب بازی کرده بودم، اما کارگردان‌ها ازم دعوت کردن و توی چند تا فیلم دیگه هم بازی کردم. راستی شما خاطره‌ای از فیلم‌های خانم جمیله دارید؟ حتما برامون تو کامنت‌ها بنویسید. 2 سال قبل از انقلاب، سال 1355، وقتی 30 سالم بود از کشور خارج شدم و به آمریکا رفتم. بچه‌هام رو هم از انگلیس بردم آمریکا. دیگه نتونستم به ایران برگردم. با ثروت خیلی زیادی از ایران رفتم، اما یکی از دوستام که خیلی بهش اعتماد داشتم سرم رو کلاه گذاشت و تمام پولها رو از من گرفت. من تمام پولهام رو با نامه یه شخص دیگه توی بانک سرمایه گذاری کردم و اونها دیگه پولهام رو به من پس ندادن. ما هرچه ضربه میخوریم از آشناست، وگرنه به غریبه ها که نمیتونیم اعتماد کنیم. من دوباره از صفر شروع کردم. اون وقتا که در اوج بودم با کارگرها میشستم و غذا میخوردم و زندگی معمولی بود. الان هم همین زندگی معمولی رو دارم. ثروت من مردم ایران هستند. ثروتم 2 تا بچه‌هام هستن که خدا رو شکر سالمن. یکی از آخرین تصاویر خانم جمیله رو می‌بینیم. جمیله رقصنده ایرانی نمادی از ظرافت، شور و زیبایی در هنر رقص بود. او با حرکات موزون و هنرمندانش انگار داستانی رو روایت می‌کرد که بیننده رو به عمق فرهنگ و هنر شرقی می‌برد. هر حرکتش تلفیقی از مهارت و خلاقیت بود. شما هم یه جمله در وصف بانو جمیله بنویسید. مرسی که تا پایان ویدیو همراه ما بودید. اگه هنوز عضو کانال نشدید، از پایین همین ویدیو کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا از ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید.